حاج کریم نشسته و بچه ها دورش جمع شدند. حاج کریم با صدای آرام اما جدی میگوید: فرزندانم، ثروت مادرتان پنهان است، اما فقط کسی آن را خواهد یافت که بداند او چه چیزی را بیشتر از همه دوست داشت. پسر بزرگ مغرور با خشم و غرور به پدر نگاه می کند. انگار وصیت را توهین به خودش می بیند. پسر دوم دستانش می لرزد. نگاه مضطرب دارد. ترس از گذشته در چهرهش پیداست. دختر سوم نگاهش به سقف دوخته شده. سکوت رازآلودی دارد. انگار در دنیای خودش است. پسر کوچک دانشجوی فلسفه لبخند آرامی بر لب دارد. نگاه عمیقش نشان می دهد که شاید جواب را می داند. حاج کریم نگاهش را به پسر کوچک می دوزد. لبخند محوی بر لبش می نشیند